بازیکنایی که لجندن فوتبال توی خونشونه و تو هر حالتی که باشن میتونن لایی‌های خفن بزنن، مثل یامال که تعادلشو از دست داد و زمین خورد اما همونجا بلند شد و با این لایی شرف مدافع و برد. اما شریدا اسپتسی با یه حرکت پشم‌ریزون در حال زمین خوردن لایی به این تمیزی زد. زلاتان حق داره به خودش بگه خدای فوتبال. منم اگه میتونستم به پیرلو لایی بزنم همینو میگفتم. این لایی آتینیا خوب بود اما ریاکشن بونماتی از اونم بهتر بود. وقتی میگن مدافعان نمیتونن لایی بزنن طبیعیه که دنی کارواخال هم اینجوری جوابشونو بده. آردا گولر هم برای اینکه نشون بده از یامال چیزی کم نداره با این لایی مدافع و پخش زمین کرد. اما تا ابد میگم لایی‌های جادویی فقط تخصص دیماریاست و مارتینلی با این لایی که به اندریک زد بهش یاد داد که برزیلی واقعی یعنی چی. کوین دیبروینه آدم آرومیه ولی بهتر زیاد رو مخش نرید که آبروتون میره.